دلت را خانه ما کن مصفا. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما به طرف ولایت لوگر در حرکت هستیم. یکی از برادران در دوره 3 فامیلی که بسیار مستمند هستند و یتام دارند میریم انشاءالله. امروز ما یک بعد ملاقات گذاشتیم که تحفه باران رحمت خدمتشان میبریم. انشاءالله شما باز کلپش مشاهده خواهید. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. روزه و نمازتان قبول باشه. این پایک که چی اگر شما دارید؟ این سوی طرف ما خواهی سرک هستیم. خب دیگه باز شاورمون فوق کرد، بیورمون شد، بچه‌کمون شهید شد. دیگه داودی ما حیوان خورده. دیگه ما آمدیم ولایت. پارسال در منتخبی که در لوگر شد. مردمای مطلم که شهید شدن. باز ما همونجا همسایه بودم. باز منتخبی که شد دیوال هستی، توش دیوال سرما دروازه همسایه بودم. بازی پای شکل دیگه سی خودم های بندش 1 سال میشد 3 لک روپای سرش را حال میز دیگه باز دین در چروسی آمدون بازی ما نکرد کسی کار بکنید های دوستانش دیگه شده چی شده دیگه مرا نگفتم بچه کنم حالی تمام میشه کمانیاتم کرده رگه چستم تو جای بجای تا ایستاره رگه چستم. از کدام قسمت پای شکست از این؟ پای از اینجا خطا خورد زنو اما تو درز است اترکایی اماده بزگیر دروازه اینجا این رو بیخی جغله کردم حالی اترکایی شکسته اترکایی شکسته حالی چرا که هیچ استاد نمیشه تو دوا قوی شما باز به خاطر تداویزی به کابل مراجعه کردین؟ در چی اگه بود بستر بودم یک ماه در اونجا ناکام شد عملیاتش در اونجا 1.5 لک روپای مال رفت حالینش 60 سال برپا آدم گو بادن دیوار بیادرم بود بیچاره با 50 برپا عملیات دوستا کتیم کمک کردن میره خودمون بیوستم دیگه خب مادر جان ما از طریق یک بنیاد خیریه است به نام باران رحمت بر ما یکی از برادرای خیر حوال داد که مادر ما فقیر داره دیگه ما آمدیم حالا فعلا دفتن آمدیم که وضعیت شما رو ببینیم. در خانه چند تا لک‌ها یتیم هستن؟ لک‌های 6 تا بودیم مثلا که من برای خداوند دادم 3 تا بچه‌کای من 3 تا کم دخترکای است. خداوند انشاءالله که به چراغ دلت بگردانشون خداوند کنشانه
ما از طریق بنیاد آمدیم فعلا یک توفیق رمضانی بر شما آوردیم تشکر زنده دیگه او را بر شما تقدیم میکنیم. باز انشالله ما از طریق بنیاد کوشش میکنیم که اگر رضای الله باشه به خاطر تداوی پایتان یک دکترای متخصص در کابل که هستن برام ایمل وردک و نظیر شرزی. باز ما بعد از این انشالله یک کار میکنیم که شما رو مراجعه میکنیم از طریق بنیاد ما انشالله یک همه تداوی پایتان در نظر میگیریم انشالله. دیگه قسم قرض ما نمیکنیم. بله وقت خوب بوده یک دوستا کمک میکرد حالا کل گیرمی روز خدا ایران مونده. خداوند رحم کنه سر کل ما شما. حال ما فعلا نمی یک 4000 افغانی را تحفه رمضانی از طریق بنیاد براتون آوردیم. این را انشالله بگیرید خداوند برکت برده. ما انشالله همراه شما به تماس می باشیم. نمبر شما را میگیریم و از دوستان عزیز شما تقاضا داریم که مادرک ما میبینیم که چقدر با مشکلات های مزید سرکارشان است، جنجالشان زیاد است و یک شوگار است و یتیمدار هستند. ما آمدیم خبرشان گرفتیم دیگه این خانم که هست از خودشان نیست یا بیچاره چین است. من شما تقاضا دارم که لطفاً این خواهر ما را شما سپورت کنین، کمک کنین تا ما بتانیم انشالله پایشان بشیم دکترای متخصص نشان بدیم و تعقیب میکنیم که بخیر پایش اول جور شد و انشالله که زندگیشان بهبود پیدا کنه. سلامت باشید خداوند شما رو خیر نشه. کمک کردن دیگه بر جنام دعا کنین. برادرها کمک میکنن ما خداوند کلیگشان سرفراز داشته باشه.